یکی از اون چیزهای دیگه ای که عذاب فراگیر و همگانی الله رو برمیداره. همه رو به صدقه های خالصانه بیاریم، نه صدقه های عرفی، صدقه هایی که پر از نام و نمود و ریا و تظاهره، صدقه های خالصانه. هیچ مالی از صدقه کم نمیشه. مال از انباشته شدن و خیر نکردن کم میشه. ما نقص مال من صدقه. 1 تومن 700 تومن والله یضاعف لمن یشاء. خداوند برای هر کسی که 1 تومن انشالله هر کس در اندازه توان خود به این کار ما کمک کنند و پاسخ ما